ما باید پیش روی خرابشوی نیست شدن ملت و دولت تاجیک را بگیریم. علیه انتخاب رئیس نوی شورای عالی جمهوری تاجیکستان محاکمه کرده شد. برای انتخاب به وظیفه رئیس نوی شورای عالی جمهوری تاجیکستان نامزدی وکیل مردمی امام علی رحمان و سروزیر سابق مملکت عزت الله حیایف پیشنهاد گردید، ولی عزت الله حیایف نامزدیش را باز خواند و کمیسه حساب آواز نامزدی امام علی رحمان را به ورقه آوازدهی پنهانی ثبت نمود. طرفدار برآمد کردگی امام علی رحمان را گفتم این کس را از وقتی دیپوتاتی ما پارلمانتاری که ساختیم از همان روز که می‌دانید برای خلق، برای دولتی قانونی کنستیتوسیونی حرکت میکرد. برای همین هم از نام دیپوتات‌های شهر خوجند و ولایت ما تقدیم می‌کنیم همین آدم رو به رئیس شورا پیشنهاد کرده شد. اگر مقصد ما یکتا باشد، همون آباد کردن و تیش کردن، آرام کردن باشد، همون مقصد یکتا باشد، همون رحمان و امام علی شخص من هم دستگیری میکنم. مطمئن میکنم که دیگران مشکل شده شما جواب داده، یگان اگر نکته در دیم همین کسا دستگیری کنیم با من جواب نمیشه. من از نام نمایندگان شهر کسوداده، شهر نو، ایسار همیشه تکلیف میکردم که رحمان امام علی دیپوتات خلقی با این وظیفه کشوری کرده شد و از همه شما خواهش میکنیم که اگر ما برای همین با افتتاح آوردن ریسپوبلیک حرکت کنیم و طرفداری همین کس آواز کنیم، دستگیری کنیم، ممکن که همین آدم از زنده همین کار برد. از 197 وکیل که در اجلاسی 16 شورای عالی اشتراک داشتند، 186 نفر به جانبداری امام علی رحمان آواز دادند و او رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. Одна кандидатура народного депутата Республики Таджикистан товарища Рахмонова Имама Али. Роздано 197 бюллетеней для тайного голосования. При вскрытии оказалось 197 бюллетеней для тайного голосования. Недействительных бюллетеней нет. При подсчете результата тайного голосования оказалось Рахмонов Имам Али за 186, против 11. البته باوری کرده احسان کرده تا معتدی گرداندن و تا انتخابات نو همه ما شیشتگی در این کارا باید یار و برادر باشیم، همفکر باشیم و تمام چاره‌ها را ببینیم که در جمهوری پیش روی خودریزی گرفته شود. وظیفه اساسی هست که شیشتگی در این کارا از آن عبارت است که پیش روی خودریزی را بگیریم و از ساعت‌های مقصد و مرامی در این وظیفه عالی که شما باوری کردید از این ساعت شد. باور کنید ما حاضر بعضا آدما میگه از ما وابستگی ندارد، نه، از هر یک شخصی ما ذره هم باشد وابستگی تمام دارد. بعضی سیاستمداران و سیاستشناسان حتی گفته بودند که عمر این حکومت زیر سروری امام علی رحمان جوان از 2 هفته زیاد نخواهد بود، ولی واقعیت نشان داد که در سیمای امام علی رحمان خداوند به مردم تاجیکستان پیشوای فداکار و مردمی را عطا نمود. در آخر جلسه روز 19 نوامبر متن مراجعتنامه به نام پرزیدنت های فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان، جمهوری ازبکستان و جمهوری قرقیزستان در خصوص وضعیت جمعیتی و سیاسی کشور قبول گردید. ضمن سخنرانی‌ها پیشنهادهای زیاد به میان گذاشته شد که بعد در اجلاس 16 مورد بررسی قرار گرفتند. اشتراک کنندگان مجلس سخنرانی رئیس کمیته اجرایی ولایت کولاب وکیل مردمی امام علی رحمان را با دقت شنیده از آن با گرمی استقبال کردند. این به سبب نبود، زیرا در طول چند ماه اخیر ولایت در محاصره اقتصادی قرار داشت و در نتیجه اهالی آن به مشکلات و نرسیدن غاز و قوارب روبرو شده بود. در مورد 7 ماه
یگان چی تو ولایت کار بکند آدمان شجاعت رو ایستادن بکن میکنن کودکان مرده ایستادن یگان حرکتی اقتصادی و زندگی ولایت نیست جای رفتن یک مراتبه همینجا یک دیگر فهمی کنیم همه همین جنگجوها برای کرسی هست برای چی دیگر به 3 سال ما همین رو دیده ایستادن تنها برای کرسی برای وظیفه بیاییم یک بار مدی نظری وظیفه کنیم وظیفه رو نکنیم که یک سیاست از دیگر التماس ازم به شما برادران عزیز امام علی رحمان از جمله اظهار داشت جنگ شهروندی خسارات عظیمی را به عمل آورده سببگار هلاکت 10,000 نفر آدمان گردید 10 سالها لازم می شود تا زخم و جراحت های این فاجعه معالجه شوند دوام دادن خونریزی بی‌عقلی است و ما به آن می کوشیم که در هر یک خانواده صلح و آرامی حکم فرما باشد محض با همین مقصدی عالی ما به اجلاسیه آمده ایم سخنرانی کوتاه ولی پرمحتوای وکیل مردمی امام علی رحمان از نطق‌های دیگر اشتراکداران مجلس با آن فرق می‌کرد که مسئله گزاری‌ها واقعی و مشخص بیان شده بودند. شرکت کنندگان مجلس درک کردند که امام علی رحمان شخصیت است که اراده سیاسی او به حل مشکل ترین مسئله های حیات خلق و وطن روانه شده است. مجلس نمایندگان منطقه های تاجیکستان حجت های زیاد قبول نکرده باشد هم وی امکان داد که فعالیت اجلاسیه 16 به مجرای معتدل وارد شود و چون نتیجه بی‌واسطه آن 18 نوامبر سال 1992 همچون یکمین روز کاری پرمحصول اجلاسیه در صحیفه تاریخ ثبت گردید. در همین تالار شورای عالی اتفاقی بین همه دپوتات‌ها همه گروه‌ها علاوه خصوص من امروز ما حس کرده ایستادیم که همین یک دیگر فهمی یک دیلی بین توی شورای عالی شده ایستاده است و باوری داریم که روزهای دیگرش هم همین خیلی دوام میکند. حالا ما باید همه کی نباشد ما باید پیش روی خرابشوی نیست شدن ملت و دولت تاجیک را بگیریم.